که برای رسیدن به هر خواسته ای میتونه معجزه بکنه، یا مجیب به معنی پاسخ دهنده هست. اما راز این نام مبارک چی هستش؟ مجیب به معنی کسی هست که زمانی که همه سکوت کردن و هیچ کس به شما پاسخی نمیده و صدای شما رو نمیشنوه، پاسخگو و جواب دهنده به شما میشه. همچنین به این معنی هست که هر قدر میان شما و خداوند پرده و مانع وجود داشته باشه که به واسطه کارهای خودمون ایجاد شده، با بردن این نام خداوند این مانع ها رو بر میداره و به ما پاسخ میده. کد عددی نام مبارک یا مجیب 55 هست. 55 به معنی پایان یک دور و آغاز دور جدیدی از زندگی ما هست، به این شکلی که تا 55 روز، هر روز 55 مرتبه این نام رو به نیت رسیدن به خواستتون یا به نیت رسیدن به بهترین ها با جان و دل بر زبان جاری بکنید. بهترین زمان برای اینکه این نام رو بخواید بر زبان بیارید شبها قبل از خوابیدن هستش. پس در این جلسه متوجه شدیم که یا مجیب یکی از نامهای بسیار بسیار قدرتمند خداوند به معنی پاسخ دهنده هست و زمانی که همه در سکوت هستند و هیچ کسی صدای شما رو نمیشنوه به شما پاسخ میده و زمانی که پرده و مانعی میان شما و خداوند باشه اون موانع رو بر میداره و خداوند پاسخگوی شما میشه و این نام رو تا 55 روز، هر روز 55 مرتبه قبل از خواب با جان و دل به نیت رسیدن به خواسته هاتون و بهترین ها بر زبان جاری بکنید و به امید خدا به هر آنچه که بهترین هستش برسید. و ازتون میخوام این ویدیو رو هر چه سریعتر برای تمام عزیزانتون بفرستید تا به کمک شما بتونن از این نام مبارک الهی استفاده بکنن و به بهترین ها و خواسته هاشون برسن و پاسخ خوب اون هم وارد زندگی شما بشه. و ازتون میخوام با تمام قلبتون در کامنت ها بنویسید خداوند پاسخگوی من است، خداوند پاسخگوی من است و قطعاً چنین هست. تا جلسه بعدی میسپارمتون به خدا. خدا یار و نگهدارتون باشه.